ایران بزرگ، سرزمینی با شکوه و جلال، در آستانه تحولی عظیم قرار گرفته است. یزدگرد سوم، واپسین شاهنشاه ساسانی، در برابر سپاه مسلمانان ایستاده، اما جنگ ها پی در پی در میگیرند. سلسله ساسانی فرو میپاشد و تاریخ مسیر تازه‌ای برمیگزیند. اما در میان این آشوب، سرنوشت ماجرای شگفت‌انگیز را برای دختر یزدگرد سوم رقم میزند. با سقوط پایتخت ساسانی، بسیاری از خاندان و بزرگان سلطنتی به اسارت در میآیند. در میان این اسیران دختری بود که زیبایی، وقار و نجابتش چشمها را به خود خیره می کرد. شاهزاده‌ای از تبار ساسانیان، دختری که بعدها با نام شهربانو شناخته شد. هنگامی که اسیران را به مدینه آوردند، خلیفه وقت عمر ابن خطاب خواست آنان را میان مسلمانان تقسیم کند، اما امام علی با قاطعیت فرمود دختران پادشاهان نباید همچون بردگان فروخته شوند، بلکه باید خودشان انتخاب کنند. همین سخن مسیر زندگی شهربانو را برای همیشه دگرگون ساخت. وقتی از شهربانو پرسیدند که نزد کدام یک از مسلمانان خواهد رفت، چشمانش در میان جمعیت چرخید، اما در نهایت نگاهش بر چهره نورانی و با صلابت امام حسین علیه السلام ثابت ماند. لحظه‌ای سکوت کرد، لبخندی زد و با لحنی آرام گفت اگر قرار است همسری برگزینم، من حسین پسر علی را انتخاب می کنم. این نه تنها یک انتخاب، بلکه پیوندی میان دو دنیای متفاوت بود. این ازدواج یکی از باشکوه ترین و معنادارترین ازدواج‌های تاریخ اسلام شد. شاهزاده ایرانی که اینک بانوی خاندان پیامبر بود، مادر فرزندی شد که نامش در تاریخ جاودانه گشت. علی ابن حسین امام سجاد ثمره این پیوند بود. فرزندی که وارث دو تمدن بزرگ شد، از یک سو اهل بیت پیامبر و از سوی دیگر میراث باشکوه ایران باستان. این تنها یک ازدواج نیست، بلکه داستان پیوند دو فرهنگ، دو تاریخ و دو سرنوشت است. ازدواج شهربانو با حسین ابن علی نشان داد که دلها فراتر از مرزها، زبانها و نژادها به یکدیگر گره میخورند و این پیوند نقطه عطفی در تاریخ ایران و اسلام گردید. اکنون که این داستان را شنیدی، بیندیش که چگونه سرنوشت حتی در سخت‌ترین شرایط مسیر خود را می‌یابد و گاه از دل سقوط‌ها بزرگترین پیروزی‌ها زاده می‌شوند. خیلی خوشحالیم از اینکه تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. اگر سوال، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید، میتونید از طریق کامنت ها با ما در میون بذارید و برای حمایت بیشتر از ما دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. تا درودی دیگر، بدرود.